سلام همگی دوستان، شایانم. خوش اومدین به چنلم. توی اولین ویدیو قرار به این بپردازیم که چجوری صدای نویز لپتاپ، صدای نویز فن لپتاپ رو از بین ببریم. همونطور که میدونید خیلی از لپتاپ به صورت پیش‌فرض یه سری پالیسی هایی دارن که شرکت سازنده براشون تعیین میکنه و هنگام استفاده صدای نویز میدن. به قول داداشم مسخره میکرد صبحی زود کلاس آنلاین، گفت صدای هواپیما میده. ما میخوایم این صدای نویز فن رو امروز تو این آموزش از بین ببریم و با تغییر دادن یک سری ستینگ خاص تو لپتاپ بتونیم هر وقت خواستیم از این قابلیت استفاده کنیم. رو گزینه سرچ رو صفحه اصلی دسکتاپ سرچ میکنیم کنترل پنل. این اولین قدم هستش. کنترل پنل رو انتخاب میکنیم. قسمت منوی سرچ سمت راست سرچ میکنیم Power Options و Power Options رو انتخاب میکنیم. همونطور که میبینید به صورت پیش‌فرض دو تا گزینه برای ما اینجا اومده: Balanced Recommended و Power Saver. رو گزینه Power Saver کلیک کنید. Change Plan Settings رو بزنید. گزینه Change Advanced Power Settings رو انتخاب کنید. از این منو اگر Power Saver براتون موجود هستش که هست، رو Power Saver کلیک کنید و از منوی باز شده دو تا روش اینجا وجود داره. من روش آسان‌تر رو اول میگم. اگر خواستین روش پیشنهادی شرکت HP رو ببینید به بخش بعدی اسکیپ کنید. روش راحتش اینه که همینجا بریم پروسسور پاور منیجمنت رو کلیک کنید، ماکسیمم پروسسور استیت رو کلیک کنید و چون که رو حالت 100%، این 100% یعنی 100% برقی که توی لپتاپ وجود داره وارد CPU بشه و داغ بشه. شما میتونید این میزان رو به میزان دلخواه کمتر از 70% انتخاب کنید. اگر به عنوان مثال من 60% میزنم، اپلای اوکی. بعد از اینکه این تنظیمات رو تغییر دادید، لپتاپ رو یک دور ریستارت بکنید و دیگه صدای لپتاپ شما اون نویز فن از بین خواهد رفت. روش دوم که روش پیشنهادی شرکت HP هستش، به این شکلیه که براتون توضیح میدم. همین روش رو Change Advanced Power Settings کلیک کنید، Power Saver رو انتخاب کنید و رو گزینه Sleep اکسپندش کنید، گزینه Sleep و Sleep After و همچنین Hibernate After رو اکسپند کنید و تمامی گزینه ها رو مثل من به 5 مینت تغییر بدید. و سپس روی گزینه پروسسور پاور منیجمنت کلیک کنید و سیستم کولینگ پالیسی، قوانین و پالیسی های کولینگ خنککاری سیستم شما رو به صورت پیش‌فرض اگر روی اکتیو بود به پسیو هر دوتا رو تغییر بدید. همونطور که میبینید برای من هر دو پسیو هستش. گزینه اپلای کلیک کنید و اوکی رو بزنید. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. کامنتی سوالی داشتین حتما بپرسید، من جواب میدم. پیس اوت.